گستره سرزمین‌های جدا شده از ایران بر اساس قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچال با روسیه 1813 و 1828 میلادی، آران و شروان 86600 کیلومتر مربع، اینا از پتلی شده این بره. ارمنستان 29800 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. گرجستان 69700 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. داغستان 50300 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. اوستیای شمالی 8000 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. چچن 15700 کیلومتر مربع از ایران جدا شد. اینگوش 3600 کیلومتر مربع. بر اساس قرارداد مشترک انگلیسی، هرات و افغانستان 35100 کیلومتر، بخشی از بلوچستان و مکران 350000 کیلومتر. سرزمین‌های جدا شده ماوراءالنهر بر اساس پیمان آخال با روسیه در زمان ناصرالدین شاه، ترکمنستان 488000 خردی کیلومتر، ازبکستان 447000 خردی کیلومتر، تاجیکستان 141300 کیلومتر، قزاقستان 100000 کیلومتر، قرقیزستان 50000 کیلومتر. سرزمین‌های جدا شده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه مستشاران انگلیسی، امارات 83600 کیلومتر، بحرین 694 کیلومتر مربع، قطر 11493 کیلومتر مربع، عمان 309500 کیلومتر. این نقشه ایران رو ببینید چقدر شیر بود و بعد تبدیل به گربه کردن در طول این 200 سال فعلی. اینا رو باید دانش آموزای ما بدونن، تلویزیون باید اینا رو بیاد بده تا مردم ما متوجه بشن که حفظ تمامیت ارضی یعنی چی.